از شهر دوشنبه تاجیکستان زیبا. دوستان ما یک سفر کوتاه داریم به تاجیکستان. همیشه که مو نمای ازی یا مو اندازی ازی بلندترین اندازه است دیگه، تقریبا در بالایش هم یک تاج است و پول خود تاجیکستان هم به نام سامونی یاد میشه که به اسم نمی شخصی بزرگ که اسماعیل سامونی نامگذاری شده. دوستا یک چیزی که ما تاجیکستان بیشتر دیدیم، بیشتر مجسمه‌ای دیده میشد که در بخش ادبیات و در بخش نویسندگی و زبان فارسی و تاجیکی و در این بخش‌ها نقش می‌داره. شما بیشتر بک‌گراند می‌بینید که یک مجسمه دیده میشه، یکی از شاعرای مشهور بود. عزیز اینی هم کتابخانه ملی تاجیکستان. چقدر مقبول، چقدر زیبا. چیزای فرهنگی و تاریخی را ما زیادتر دوست دارم خودم، شخص خودم، که او ارزش داده شود در کشور. علیکم دوستای عزیز، جور و خیر، خوب هستین؟ امید که جور و صحتمند باشین. به چنل فواد نادری خوش آمدین دوستای عزیز. از شهر دوشنبه تاجیکستان زیبا. دوستان ما یک سفر کوتاه داریم به تاجیکستان دیگه. واقعا یک شهر زیبا و دیدنی و همزبان ما شما. واقعا شهر عالی است. زحمت کشیدن کسایی که در اینجا مسئولین هستند. واقعا زیاد یک کشور خوشایند و پرلذت. خب ما هم برآمدیم، امروز گفتیم از اینجا یک تصویر داشته باشیم به شما. راحت هستیم، زبانشان رو میفهمیم و دیگه مردم های بسیار میمون دوست، مردم های خوب، خصوصا با افغانای ما شما زیاد علاقه‌مندی نشان میدن. خب ما تصاویر داریم از انشاءالله ما را تنها نمانیم. دوشنبه، شهری که نامش از یک بازار کوچک آغاز شد. وقتی نام دوشنبه را میشنویم شاید در نگاه اول فقط نام یکی از روزهای هفته به ذهنمان برسد، اما این نام داستان شنیدنی در دل دارد. سالهای پیش در محل امروزی این شهر هر هفته روز دوشنبه بازار بزرگ برگزار میشد. مردم از روستاها و مناطق دور و نزدیک برای خرید و فروش به اینجا می آمدند و همین بازار کوچک کم کم به شهر بزرگ تبدیل شد. شهری که امروز پایتخت کشور تاجیکستان است. دوشنبه قلب تپنده تاجیکستان و یکی از زیباترین شهرهای آسیای مرکزی به شمار می رود. خیابان‌های وسیع، پارک‌های سرسبز، فواره‌های زیبا و ساختمان‌های مدرن چهره آرام و دلنشینی به این شهر بخشیده است. یکی از زیباترین بخش‌های شهر میدان اسماعیل سامونی است، جایی که مجسمه با شکوه این پادشاهی بزرگ نماد هویت و تاریخ مردم تاجیکستان محسوب می شود. اما شاید شیرین‌ترین بخش سفر به دوشنبه شنیدن زبان مردم باشد. مردم این شهر به زبان تاجیکی صحبت می کنند، زبانی که شباهت زیادی با دری افغانستان دارد. به همین دلیل بسیاری از مسافران افغان در اینجا احساس غربت نمی کنند و به راحتی با مردم ارتباط برقرار می کنند. دوشنبه فقط یک شهر مدرن نیست، بلکه شهری است که تاریخ، فرهنگ و مهمان نوازی را در کنار هم حفظ کرده است.
در گوشه و کنار شهر می توانید لبخند مردم، چایخانه های سنتی و حال و هوای صمیمانه ای را ببینید که سفر به این شهر را خاطر انگیز می کند. بیننده عزیز، اینجا یک چیز بسیار جالب بود. در منطقه زرنسار یا جاده زرنسار اینجا یک پارک است. در پارک بعضی شخصیت‌های بزرگ و نویسنده‌های بزرگ زبان فارسی و دری ما شما را از جمله سعدی، مولانا یا ما مجسمه‌ای شنیدیم که واقعا بسیار خوشایند بود. بعضی اشعار به فارسی نوشته بود که از اشعار از او میگه درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد. این اینجا نوشته بود. یک منظره بسیار عالی را در اینجا بخشیده. خب بیننده عزیز، اگر قصد سفر به تاجیکستان داشتین، شهر دوشنبه را حتما ببینید. شهری که از یک بازار هفتگی آغاز شد و امروز به یکی از مهمترین و زیباترین پایتخت‌های منطقه تبدیل شده. بازم خوش آمدید به صفحات فواد نادری، به یوتیوب چنل فواد نادری. تشکر که با ما هستین. دوستان عزیز، ما فعلا در شهر دوشنبه تاجیکستان هستم. اینی نمای زیبا را که میبینین، این جای تاریخی دوستا به نام اسماعیل سامانی، یکی از اشخاص مشهور تاجیکستان اینجا است. دوستا اسماعیل سامانی یکی از بنیانگذار حکومت تاجیک است که این بسیار نقش عمده خصوصا در زبان فارسی در آسیای میانه داشتن و یا هم یک نمای بسیار مقبول در ساختن و جای بسیار مقبول و بسیاری مردم و دوستان میان از کشورهای بیرونی که میان باز اینجا تصویربرداری و یک جای دیدنی و یک جای سیاحتی و یک جای تاریخی است که بسیار مقبول ساختن و خب یک کشور وقتی ارزش بلندتر میره که اشخاص تاریخی خود بیشتر و بیشتر ارزش بدن، خصوصا کسایی که به حکومت خود، به وطن خود خدمت کردن و از یا باید همین شکل قدردانی شود تا تمام دنیا دربارش بفهمه، تا تمام کشورهای دنیا که میان بفهمن کی بودن، کدام اشخاص دیگه رول داشتن، قدر و قیمت حضوا تا آخرین روزهای زندگی انسان ها و خصوصا به کشورشان یا به کسایی که میان باشه. دوستا واقعا اینجا در دوشنبه جای بسیار دیدنی هستن. شما ببینید در تصویر اینی هم مجسمهش بسیار نمای بسیار بلندن داره. گفتم میشه که امو نمای ازی یا امو اندازی ازی بلندترین اندازه است دیگه تقریبا. در بالایش هم یک تاج است و پول خود تاجیکستان هم به نام سامانی یاد میشه که بر اسم نمی شخص بزرگ که اسماعیل سامانی نامگذاری شده. خب یک تصویر ببینید از اینجا دوستا، ما بر شما نمایش میکنم، شما هم اینی هم مقبولیه دیگه. ما در این پارک موقعیت داریم. این پارک هم نزدیک به مجسمه اسماعیل سامانی است. اینجا که دوستا یک چیزی که ما تاجیکستان بیشتر دیدیم، اینجا بیشتر مجسمه‌ای دیده میشد که در بخش ادبیات و در بخش نویسندگی و زبان فارسی و تاجیکی و در این بخش‌ها نقش مهم داره. شما بیشتر بک‌گراند می‌بینید که یک مجسمه دیده میشه، یکی از شاعرای مشهور بود و این پارک هم بسیار یک پارک کلان است دیگه. واقعا اینجا که یک چیز آدم جاتر میبینه اینجا شهر علم و ادب و یک شهری است که پر از مهربانی و
پر از عشق و محبت است. خب دوستا، چند تصویر زیبایی از شهر دوشنبه بر شما داریم. شما اینا ببینید. عزیز، اینی هم کتابخانه ملی تاجیکستان. چقدر معقول، چقدر زیبا. چیزای فرهنگی و تاریخی رو ما زیادتر دوست دارم. خودم شخصا خودم که ارزش داده شود در کشور و واقعا یه ارزش شده بسته شده. یعنی ما می‌خواستیم داخل بریم اما متأسفانه بسته شده دوستا. که خب قسمت بود میایم ان شاء الله داخل از این نشان بدیم. میگه این دیگه کتابخانه خودم چی است، کتابخانه ملی تاجیکستان در دوشنبه. بسیار زیبا ساختن ماش، بسیار زیبا. تصویر شما ببینید دوستان. دوستان عزیز، اینی هم یکی از سرکایی است که سرکای تاریخی دیگه بنده تاجیکستان. بسیار جای دیدنی داره، پارک‌ها داره، جای خریدنی و چیزا بسیار چیزای خوبش پیدا میشه. با نام سرک رودکی یاد میشه. و طرف پیش صدبرگ میگه اینجا از تاجیکستان آمده، اینجا رو بلد هستن دیگه. این مسیر به اون طرف رفته. بسیار جای زیبا، جای دیدنی و دیده میشه که بعضی دوستا سیاحین یا از خارج هم بهتر که آمدن اینجا دور میزنن، چکر میزنن. جای بسیار مقبول. خب شهر دوشنبه دیگه هر طرف که میرین میبینین واقعا زیبایی بسیار مقبول ده بشین. هم KFC، کسایی که نان KFC دوست دارن این دیگه سرک رودکی طرف صدبرگ